در تاجیکستان نرخ نیروی برق برای برخی از مشتریان بالا برده شد. در این رابطه قرار حکومت تاجیکستان با امضای امامعلی رحمان صادر شده است. طبق این قرار که روز 13 مارس دسترسی آزاد شد، نرخ نیروی برق برای استفاده برندگان ساحه بودجوی، ساحه کمونالی و انشاءات ورزشی از 14,120 درم قبلی تا به 14,165 درم بالا برده شد. همین طریق قیمت نیروی برق برای نقلیات برقی نیز از 955 درم قبلی تا به 14,165 درم بالا رفت. بیش از همه گرانشوی نرخ نیروی برق را این بار شاید دهقانان احساس کنند، چون که قیمت نیروی برق برای پایگاه‌های آبکشانی طبق این قرار حکومت از 2 درم و 155 درم قبلی تا 5.1 درم بالا برده شد. ضمناً این قیمت تنها به فصل‌های گرم سال تعلق دارد، یعنی پایگاه‌های آبکشانی تنها از 1 اپریل تا 30 سپتامبر برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق 5.1 درم و در ماه‌های باقی مانده به مثل اهالی 14.65 درم پرداخت خواهند کرد. اما بالاروی قیمت نیروی برق به شرکت تولید آلومینیوم تلکو دخل نکرده است. نرخ نیروی برق برای این شرکت همانا به تغییر باقی مانده است. تلکو مثل پیشین 1 کیلووات ساعت نیروی برق را از 1 می تا 30 سپتامبر با قیمت 720 درم و در ماه‌های باقی مانده سال با نرخ 1180 درم دسترس می‌کند. ضمناً بالا بردن نرخ نیروی برق برای پایگاه‌های آبکشانی و اساسیات استفاده برندگان آب خواجگی‌های دهقانی جمهوری تاجیکستان در حال است که به گفته خود شرکت برق تاجیک محض همین قشر مشتریانی از همه بیشتر از حق پرداخت نیروی برق قرضدار هستند. هرچند این قرار در سنه 24 فوریه به امضا رسیده است، اما سنه اجرایش آن از 1 ینوری سال روان درج شده است. یعنی شرکت برق تاجیک حق دارد از مشتریانش از ماه ینور سر کرده این نرخ را طلب کند. بالاروی نرخ نیروی برق در تاجیکستان با توسعه مؤسسه‌های بین‌المللی مالی به مثل بانک آسیایی رشد، بانک جهانی و دیگر مؤسسه‌های مالی صورت می‌گیرد که برای اصلاحات اقتصادی به تاجیکستان کمک می‌کنند. بالا بردن نرخ نیروی برق برای برخی مشتریان برق تاجیک و یا به عباره دیگر با تعریف‌های اهالی برابر کردن نرخ آن یکی از 13 طلب‌های بانک آسیایی رشد است. در صورت اجرا کردن این 13 شرط حکومت تاجیکستان حقوق پیدا می‌کند که از بانک آسیایی رشد 50 میلیون دلار کمکی به بازگشت دریافت کند. عبدالله اشور، فرزان محمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.